یه گلدون گیاه پوتوس برگ‌پهن با این کیفیت، برگا کاملا درشت، قلبی شکل، کاملا ابلق زرد زعفرانی، آماده فروش هست. این برگ‌های داخل گلدون برگ‌های قلمه بوده. از این قسمت جوونه رشد کرده داخل همین گلدون و این همه برگو با این سایز و کیفیت باز کرده. همین الانش هم داره برگ جدید میزنه که همون خودش نشونه سلامت کامل گیاهو میرسونه. برگ‌های قلمه هم همگی درشت. تنه‌های قلمه رو ببینید چقدر پروفت بوده. ببینید دور تا دور گلدون یک شاخه کاملش رو من چرخوندم و ریشه دار کردم که محصل شده این شاخه به این زیبایی. تمام ریشه های هوایی سرسفیده که به محض اینکه الان این به قیم وصل بشه طول برگ ها مشابه چیزی میشه که ابتدای ویدیو عکسش رو قرار دادم. فقط و فقط همین گلدون رو در این ابعاد و سایز آماده فروش دارم. ریشه پرس هست و در صورت ثبت سفارش دقیقاً همین گلدون براتون ارسال میشه. هر جای ایران هم که باشید در به منزل به دستتون میرسه. در خدمت.